الان وا کردی؟ دارم سعی میکنم که موهات کنده نمیخوای لباساتو عوض کنی؟ مهمون داره میاد. نمیخوای یه ذره به خودت برسی؟ بفرما. نگاه کن تو یه تاره مو آخه ببینم الان مال چرا خودت باید کنده. موهای منو وا کنه؟ واقعا موهای من الان به شما خب بقیه‌شو نکن. از من حالا فعلا موهامو میخوام. نکن. بابا تو چی؟ دیدین تازه خاله هیچ کاری که تو خونه نمیکنه بچه‌ها این حسینی. هیچ کاری اصلا نه. یه ذره تمیز کاری کنه، یه ذره کمک کنه. من کمک میکنم. تو نگران خودت باش عزیزم. تو اصلا خونه ای؟ من به دعوت خاله اومدم. هر وقتم دلم بخواد میام میرم. مثلا خونه خاله است. خونه تو نیست عزیزم. خونه تو نیست اصلا اینجا. زنگ میزنی یه کلید بهت میدم. آها دیدی خاله گفت کلید در رو دارم بهش میدم. آها سحر جان. آهان بیا. آهان خاله دلم خنک شد.